راهبرد کلان تاجکان خراسان افغانستان، اثر دکتر دستگیر رضایی، بخش دهم، صفحه 88. راهبرد ژئوپلیتیک تاجکان خراسان افغانستان. دانشمندان درباره ژئوپلیتیک تعریف‌های نوی را بر پایه ارتباط متقابل سه عنصر جغرافیا، قدرت و سیاست ارائه می‌دهند که نسبت به تعاریف دیگر از جامعیت بیشتری برخوردار است. پس ژئوپلیتیک شامل سه عنصر اصلی جغرافیا، سیاست و قدرت می باشد. از نظر نسبت، ژئوپلیتیک شاخه اختصاصی از جغرافیای سیاسی و جغرافیای سیاسی شاخه‌ای جغرافیا که دانش بسیار قدیمی است می باشد. ژئوپلیتیک به لحاظ مفهومی بسیار قدیمی و عمر انسان مطابقت می کند، اما از جهت دیسیپلینی و به لحاظ عنوان دانشگاهی از آغاز سده 19 مطرح گردیده و از این مفهوم تأثیر عوامل جغرافیایی، فیزیکی و طبیعی کشورها را بر سرنوشت سیاسی کشورها تعبیر شده است. در سالهای اخیر ژئوپلیتیک تغییر ماهیت، محتوا و رویکرد داده. اکنون با رویکرد گذشته ژئوپلیتیک امروز طبیعی نمی شود. اما از نظر مفهومی ژئوپلیتیک بخشی از دانش جغرافیای سیاسی است که با قدرت پیوند می خورد. جغرافیای سیاسی روابط متقابل سیاست و جغرافیا را مطالعه می کند، روابط دینامیکی پیشرونده دیالکتیکی میان این دو عامل را و تأثیر فضای جغرافیایی ارزش‌ها و شکلگیری سیاست و تصمیمگیری سیاسی و برعکس تأثیر سیاست و تصمیمگیری‌ها بر فضای جغرافیایی و مدام با هم رابطه دیالکتیک دارند. بخشی از این روابط تحت تأثیر متغیر و عامل قدرت قرار می‌گیرد. اینجاست که آن بخش دانش و معرفت جغرافیایی که با قدرت پیوند می‌خورد می‌شود ژئوپلیتیک. به لحاظ تعریف آکادمیک، ژئوپلیتیک عبارت است از روابط متقابل جغرافیا، سیاست و قدرت و کنش‌های ناشی از این ترکیب. به لحاظ ماهوی و نظری، به لحاظ فلسفی بحث ساده را معرفی می کنم و آن این که فلسفه ژئوپلیتیک برمیگردد به سه خصلت انسانی. انسانها چی در شکل فردی و چی در شکل گروهی مثل ملت، چی در شکل سازمانی و نهادی، اینها عمدتاً بر اساس خصلت موجودات ژئوپلیتیک نامیده می شوند. چگونه؟ برای اینکه هر کدام از موجودات انسانی، فرد، گروه، سازمان، ملت سه خصلت ذاتی و سرشتی دارند. 1. همه دنبال قلمروسازی هستند. همه می‌خواهند زندگیشان را شکل دهند. فضای جغرافیایی می‌خواهند. فضای جغرافیایی را برای سکونت، برای فعالیت و کار، برای حرکت و مانور. این نیازهای فضای انسانی در شکل فردی و جمعی است. انسانها در ذات موجودات فضا طلب و قلمرو طلب هستند. هر یک در شکل فرد، گروه، سازمان یا ملت حریم خصوصی برای خود قائلند و می‌خواهند از آن حفاظت کنند و آن را توسعه و گسترش دهند. 2. خصلت ذاتی برای قدرت طلبی. تمام موجودات انسانی دوست دارند منابع قدرت را در کنترلشان در بیاورند. منابع قدرت در واقع سرچشمه‌های حیات انسان هستند. این منابع قدرت یا طبیعت پایه در فضای جغرافیایی هستند، یا انسان پایه یا انرژی، آب و خاک و فضا هستند، یا سرمایه هستند و پول هستند و انرژی، ارتباطات و غیره. اینها همه در فضای جغرافیایی هستند که انسانها دوست دارند آنها را در کنترل بیاورند.
چون که عامل حیات و بقا هستند. 3. همه انسان‌ها دنبال منزلت در فضای جغرافیایی هستند، یعنی نسبت به همتاهای خود جلو می باشند. این اول بودن غریزه است که در انسان‌ها وجود دارد. هرگاه کشور افغانستان را به حیث یک منطقه ژئوپلیتیک در نظر بگیریم، بیگمان تاجیکان به حیث یک گروه تباری و قومی جمعیتی از عناصر عمده ژئوپلیتیک این منطقه به شمار می آیند که از سرزمین، زبان، فرهنگ، تاریخ، مذهب در درازای زمان برخوردار هستند. بر علاوه تاجیکان در کنار هویت تباری و قومی، اجتماعی، فرهنگی دارای هویت ژئوپلیتیک نیز هستند. درک و آگاهی تاجیکان از منابع مادی جغرافیایی که در خدمت راهبردهای بزرگ سیاسی نظامی توسعه جویانه این جغرافیا در مسیر اتصال حوزه‌های ژئواستراتژیک یا سوق الجیشی، ژئوپلیتیک و عوامل اثرگذار دیگر با نگاه راهبردی از نیازهای جدی شناخت ژئوپلیتیک به شمار می آید. بنابراین شناسایی و درک علمی ژئوپلیتیک مناطق زیست تاجیک در جغرافیای فیزیکی، سیاسی و اقتصادی افغانستان و منطقه و عوامل بر اثرگذار آن بر زندگی مردم تاجیک از اهمیت راهبردی برخوردار است. همین گونه یکی از مسائل با اهمیت در راهبرد ژئوپلیتیک تاجیکان خراسان افغانستان درک درست از هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک ترانزیت می باشد. هیدروپلیتیک استفاده از آبهای جاری مشترک با همسایه ها می باشد که یکی از منابع اصلی درآمد اقتصادی کشورهای آسیای میانه تا ایران و پاکستان بوده می تواند. بر اساس تفاهم و لوایح مرتبه سازمان ملل متحد در جهت منافع بزرگ تاجیکان از مباحث ژئوپلیتیک جامعه تاجیک قرار می گیرند. ژئوپلیتیک، ترانزیت، مسیر ترانزیت انرژی که مزیت اقتصادی دارد و می تواند در خدمت منافع ژئوپلیتیک تاجیکان قرار گیرد. عوامل ژئوپلیتیک اثرگذار تاجیکان در تعامل، سیاست ملی و بیرونی افغانستان. عوامل ژئوپلیتیک معمولاً دو نوع است: عوامل ثابت، موقعیت، فضا، وسعت خاک، توپولوژی و غیره. 2. عوامل ناپایدار مانند جمعیت، منابع طبیعی یعنی منابع غذایی، منابع معدنی و غیره. عوامل دخیل در تقویت راهبرد ژئوپلیتیک تاجیکان. عنوان: عوامل سیاسی. تاجیکان به حیث عنصر ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در تعامل با دیگر تبارها و قومها و در سیاستگذاری ملی، منطقه‌ای و بین المللی دولت‌های افغانستان می توانند از نقش اثربخشی برخوردار باشند. هنگامی که اهداف ژئواستراتژی از رهگذر نظامی برآورده می شود، در این حالت شرایطی که به وجود می آید عمدتاً ژئوپلیتیک خواهد بود و ژئواکونومی شاخه‌ای از ژئوپلیتیک می باشد. برخورداری تاجیکان از جایگاه مهم تباری و قومی در میان تبارها و قومها در کشور، موجودیت مرزهای سیاسی با دو کشور همسایه همزبان، امتداد تباری و قومی با یکی از آنها از امتیاز ژئوپلیتیک تاجیکان است. همان گونه که افغانستان به حیث واحد سیاسی با توجه به وزن ژئوپلیتیکی و توانایی‌های جغرافیایی و تعامل با دیگر واحدهای سیاسی می‌پردازد، تاجیکان نیز از شانس تعامل در درون کشور و با کشورهای همسایه، همتبار، همقوم و همفرهنگ برخوردار است. پیوندهای تباری و قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای همجوار برای تاجیکان یک فرصت و یک امتیاز به شمار می آید. صفحه 91. عنوان:
عوامل انسانی: تراکم جمعیتی در چند ولایت پیوست مانند کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، سمنگان، بلخ و غیره و پراکندگی جمعیت در شمال، شمال غرب، نقاط مرکزی و سراسری کشور از مؤلفه ها، امتیاز و عامل اثرگذاری می تواند باشد. همان گونه که تراکم و پیوست جمعیتی یک فرصت است، پراکندگی جمعیت تبار و قوم تاجیک نیز می تواند فرصت باشد، چون که جبر ژئوپلیتیک خودش را بر جامعه تاجیک تحمیل می کند. مناطقی که جمعیت تاجیک در آن به گونه پراکنده زندگی می کنند نیز برای تاجیکان یک مؤلفه ژئوپلیتیک و جغرافیایی تاجیک به شمار می آید. تاجیکان ناگزیرند برای منافع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی خود به آن توجه داشته باشند. فضای رشد تاجیکان فضای مناطق پیوست و فضای پراکنده در تراز ملی و کشور است. به فعل ساختن ظرفیت‌های بالقوه در هر دو سطح وظیفه نخبگان و سیاستگزاران جامعه تاجیک می باشد. در نهایت میزان موفقیت در این دو متن بستگی به آگاهی هویتی و مهارت تاجیکان در بهره‌گیری از این واقعیت دارد. عوامل اقتصادی: چنان که از تعریف ژئوپلیتیک می‌دانیم، ژئوپلیتیک شامل 3 عنصر اساسی مانند جغرافیا، سیاست و قدرت است. اقتصاد یکی از ابعاد فضای جغرافیایی و هم یکی از ابعاد قدرت است. ژئوپلیتیک به گونه ذاتی در 2 عنصر از 3 عنصر تشکیل دهنده خود یعنی جغرافیا و قدرت با اقتصاد پیوند خورده و به آن توجه می نماید. بنابراین هنگامی که اقتصاد با قدرت و سیاست پیوند بخورد و با جغرافیا نیز عجین شود، در حوزه ژئوپلیتیک قرار می گیرد که در این صورت ژئواکونومی به عنوان بعد اقتصادی ژئوپلیتیک شکل می گیرد که در زیر مجموعه جغرافیای سیاسی قرار دارد. یعنی از رهگذر نسبت ژئوپلیتیک شاخه اختصاصی از جغرافیای سیاسی و ژئواکونومی بعد اقتصادی ژئوپلیتیک می باشد. تاجیکان به نقش عوامل اقتصادی در سیاست در سطح ملی و رویکردهای اقتصادی در سطح منطقه و جهان توجه بیشتری داشته باشند. دانستن این نکته که بحث ژئواکونومی روز به روز در سیاست‌های درونی و بیرونی و به حیث یک روش نوین کشورداری مطرح شده بسیار مهم است. عوامل، ابزارها و مؤلفه‌های مورد استفاده در ژئواکونومی گوناگون و پرشمار عمدتاً از گونه ابزارهای قدرت نرم بوده که در سیاست داخلی و امور کشورداری توجه به این روی کرد سبب تقویت زیربناها و زیرساختهای قدرت ملی شده و به افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشور کمک می کند که این امر موجب تغییر رفتار و جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک در راستای دستیابی منافع ملی می شود. توانایی تاجیکان در تحلیل نقش و جایگاه خود و مسائل کشور از دیدگاه ژئوپلیتیک می تواند سبب گشایش زاویه نو و واقع بینانه به فهم مسائل شود و راهکارها و راهبردهای تجویزی را بیش از پیش دقیق‌تر و سودمند سازد. موارد زیر را می توان در شمار عوامل اقتصادی ژئوپلیتیک شمرد. در اختیار داشتن گذرگاه راهبردی سالنگ که تاجیکان را مسلط به بهترین گلوگاه اقتصادی، ترانسپورتی، انتقال انرژی، اتصال منطقه‌ای گردانیده که در جای خود امتیاز ژئواکونومیک به شمار می آید. با ساخت و بهره برداری از دهلیز واخان این امتیاز دوچند می شود. دسترس بودن موقعیت‌های منابع معدنی، منرالی، منابع آبی، بادی، آفتابی،
جنگلی، دامپروری، کشاورزی، گردشگری و غیره. تاجیکان باید این امتیازات را درک بکنند، توانایی مدیریت آن را در خود پدید آورند، بپرورانند و تقویت بخشند و آنگاه به حیث فرصت در تعاملات از آن بهره گیرند. صفحه 92. عوامل جغرافیایی. برخورداری از موقعیت کوهستانی به ویژه بامهای هندوکش و پامیر، منطقه جغرافیایی تاجیکان که یک امتیاز و سپر دفاعی ژئو استراتژیک برای تاجیکان و باشندگان این جغرافیا است، عناصر ثابت ژئوپلیتیک یعنی عناصر جغرافیایی طبیعی شالوده ژئو استراتژیک را در این خطه تشکیل می دهد. چرا که عناصر طبیعی تأثیر عمیقی در کاربرد ابزار و امکانات سیاسی محلات دارد. دانستن ارزش و اعتبار فضایی به نام هندوکش که نگارشگران یونانی از آن با نام بلندتر از پرواز عقاب نام برده اند، از رهگذر اقتصادی، سیاسی و نظامی برای تاجیکان به ویژه تاجیکان حوزه کوهستانی شمالی بزرگ و شمال شرق کشور بسیار مهم است. همین گونه توپوگرافی آن برای افغانستان و کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه بسیار با اهمیت می باشد. چنانکه در گذشته ها کشورگشایان امپراتوری ها از ژئوپلیتیک هندوکش و سلسله کوههای آن بهره بردند و اکنون نیز در مرکز توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار دارد. اکنون که در پرتو تجارب زندگی، فرصت بیداری، خودشناسی و بالندگی تبارها و قومها و ویژه تاجیکان خراسان افغانستان فراهم شده، درک اهمیت این راهبرد برای پایداری و بقایشان در اولویت قرار دارد. در غیر آن تاجیکان این امتیاز یعنی امپراتوری کوهستانی را از دست خواهند داد. تاجیکان توجه داشته باشند که مفهوم استراتژی در نگاه نخست مفهوم نظامی امنیتی می نماید. اهداف ژئو استراتژی از دیدگاه نظامی چیزی جز انهدام دشمن نیست و منظور از آن واداشتن بی قید و شرط دشمن به تسلیم و گروه‌های مخالف به سازش سیاسی می باشد. در این حالت شرایطی که به وجود می آید عمدتاً ژئوپلیتیک خواهند بود. پس ژئو استراتژی علاوه بر تسلیم دشمن اهداف ژئوپلیتیک را نیز دنبال می کند. اینجاست که ژئو استراتژی بیش از پیش اهمیت می یابد. ناگفته نگذاریم که احمد شاه مسعود بیش از دیگران به اهمیت ژئو استراتژی و امتیاز ژئوپلیتیک بام هندوکش و پامیر پی برده بود. هرچند او فرصت به کارگیری کامل از این امتیاز را در راستای اجرای راهبرد یعنی استقلالیت جغرافیایی و اقتصادی نیافت، اما توانست با استفاده ماهرانه از آن تاجیکان را از حاشیه سیاست و قدرت به متن آن وارد کند. مسیر به سوی آرمان‌هایی که هرچند در افق دوردست وجود دارند آن را بگشاید و این اندیشه را در اذهان تاجیکان به وجود آورد که تبار و قوم بی دولت بقا، پایندگی و پایداری ندارد. ورود پیروزمندانه مسعود به کابل، پایتخت خراسان افغانستان، پس از سرنگونی رژیم دکتر نجیب هم بر پایه همین درک اقدام آگاهانه، فرصت شناسانه و راهبردی می باشد. بقای پایندگی و پایداری تاجیکان بستگی به شناخت امکانات استفاده از فرصتها، آراسته بودن به فهم تئوری بازی‌ها و مهارت بازی در میدان سیاست، اقتصاد و فرهنگ می باشد. همچنین مسعود باورمند بود که افغانستان از رهگذر مختلف قابلیت و ظرفیت آن را دارد که یک کشور مرفه باشد. تاریخ، مردم، سرزمین و موقعیت جغرافیایی مناسب و منابع طبیعی
آنچه افغانستان از نداشتن آن همیشه رنج برده، یک حکومت ملی و عادل است. با باور او افغانستان در بعد درونی فدای حکومت‌های غیر ملی و در بعد بیرونی بارها فدای موقعیت جغرافیایی خود گردیده است. بحث پیگیری راهبرد استقلال جغرافیایی و اقتصادی مسعود با توجه به نفوذ و منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بررسی و بهادهی خود را در ظرف و متن زمان و مکان می‌طلبد. یاد این نکته هم ضرور است که استقلال جغرافیایی از رهگذر سیاسی و اقتصادی را نمی‌توان به استقلال اقتصادی برخواسته از توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی به دست آورد. اما آنچه مسلم است، مسعود یک مسلمان معتدل، آزادیخواه و اقتدارگرای تاجیک بود که سنگینی هزینه آزادی، آزادگی، استقلال، اقتدار و موقعیت حساس جغرافیایی را به خوبی می‌دانست. در این راه پایدار و استوار پیش رفت و به کسی جز به آفریدگار سرخم نکرد تا اینکه در راه هدف جان را هزینه کرد. تبصره: منطقه یک اصطلاح جغرافیایی است که در صورت باردار شدن عناصر و خصیصه های آن از حیث سیاسی تغییر ماهیت داده و به منطقه ژئوپلیتیک تبدیل می شود. مناطق جغرافیایی بر پایه یک چند خصیصه ساختاری نظیر کالبد فضا، نوع اقلیم، نوع زبان، نوع دین و مذهب، نوع و سطح فرهنگ و تمدن و یا خصیصه های کارکردی نظیر تولید کالاها و خدمات و یا عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، فرهنگی، سیاسی و غیره تعیین هویت می شوند. سلسله کوههای هندوکش استعداد بارداری چند منظوره را برای تاجیکان و دیگر بازیگران، یعنی درونی، بیرونی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد. صفحه 94. عوامل فرهنگی. پیشینه تاریخی و فرهنگی پربار. تاجیکان به حیث بومی ترین باشندگان سرزمین های تاریخی حوزه فرهنگی تمدنی خراسان و افغانستان کنونی از پیشینه کهن روزگار روشنی برخوردار هستند و سهم برجسته در منظومه فرهنگی برآیند تعامل جمعی گروه‌های تباری و قومی که هویت فرهنگی خراسانی را شکل داده اند دارند. هرگاه فرصت شکلگیری هویت کلان چند گستره و فراگیر فرهنگی افغانستان شکل گیرد، بیگمان تاجیکان در جایگاه برجسته قرار خواهند داشت، چون که تاجیکان از ایجادگران و برپاگران فرهنگ و تمدنی هستند که باید از پاسداران آنها هم باشند. برخورداری از زبان میانجی. داشتن زبان میانجی، میان قومی، فراتباری، فرامیلی و فرامرزی در مفهوم ژئوکالچر، تاجیکان صاحب اصلی زبان فارسی به حیث زبان مادری از آفرینندگان، پویایی دهندگان، گسترش دهندگان، وارثان و برخوردار از جایگاه و حیثیت فرهنگی آن هستند. چنان که می‌دانیم تاجیکان پس از تهاجم عرب‌ها، ترک‌ها و مغول‌ها و پس از حاکمیت قبایل افغان پشتون در سرزمین خود هرچند حاکمیت دولتی را از دست داده بودند و نقش نخست را در قدرت سیاسی نداشتند، اما هژمونی فرهنگی خیش را بر جامعه نگه داشته بودند که در وضعیت کنونی با وحدت هژمونیسم قومی و زبانی دچار برهم خوردن نظم فرهنگی است. هویت اجتماعی. برای تاجیکان به حیث یک جامعه تاثیرگذار در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، تمدنی و اجتماعی در یک حوزه کلان تمدنی و جغرافیایی گسترده در منطقه، هویت اجتماعیشان یگانه باشد نه چندگانه. برجسته نساختن آن در میان خود و دیگران سبب می شود که تاجیکان و تاجیکان هرات، کابلی، شمالی، پنشیری، مزاری،
تخاری، بدخشی، غوری، گردیزی، ننگرهاری و غیره تقسیم شوند تا هویت تباری قومی، فرهنگی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی